سلام دوستان عزیزم، روزتون بخیر. یک طرح ساده دیگر رو انتخاب کردم که انشاءالله گام به گام با هم برای طراحی جلو بریم. این طرحی که براتون انتخاب کردم توی همه کتاب‌های طراحی میتونین پیداش کنین، منتها یه سری نکات داشت که به نظرم رسید کمکتون میکنه. از کشیدن مکعب‌ها شروع میکنم. مکعب‌ها جلوتر از فیل هستن و یه خطی رو ما در نظر میگیریم که این خط رو مبدأ قرار میدیم و همه چیز رو شروع میکنیم به چیدن روی اون. مراقب باشین جا کم نیارین موقعی که این فیل مکعب ها رو میکشین. برای سر و پشت فیل جا کم نداشته باشین، برای همین مکعب ها رو خیلی بزرگ نکشین. ببینید چیزی که مهمه اینه که فاصله این حروف از اطراف مکعب دقیق رعایت بشه. الان من یه حرف سی دارم که فاصلش از کنار حدوداً این اندازه است. اگر فاصله ها رو از کناره ها درست رعایت کنید، شکل ها هم در واقع درست در میاد. خب از اینجای این حرف ما یه توپ داریم که این توپ ها دقت کنین گرد کامل نیستن، کفشون مثل اینکه توی برجستگی موکت فرو رفته باشه این حالت رو پیدا میکنن. خب پس من این توپم رو هم میکشم. این توپم حدودا اینجا میشه و اینجا هم میشه لایه بیرونی مکعبم. خطوط اضافم رو پاک میکنم. اجازه بدین این ضلع مربعم میاد پایین. فرم دایرم رو درست میکنم. خب اوکی شد. الان ضلع بیرونی این مربعم رو رسم میکنم و از بالا هم این فاصله هستش. پس حرف سی من کشیده شد. حالا میام سراغ قبل از اینکه لایه های بیرونی این مکعب رو بکشم، مکعب بی که در کنار این هست رو میکشم. ببینید این فاصله کمتر از این فاصله است. پس میام همون اندازه‌ای که میبینم. بچه‌ها حتما نباید این در همون ابعاد کشیده بشه. مهم اینه که تناسبات رعایت بشه. ممکنه شما بتونید بزرگتر یا کوچیکتر بکشین ولی تناسباتش رو باید رعایت کنید. یعنی اگر یه مکعب به اندازه این صفحه هم کشیدین، سی که داخلش میکشین باید این فاصله رو از اطرافش داشته باشه. خب لایه داخلی مکعب بی یه مقداری بالاتر هست ولی لایه بیرونیش تقریبا هم سطح مکعب سی. یه توپ دیگه داریم که یه قسمتی از اینجا رو درگیر کرده و حدوداً تا اینجا میاد.
حرف بی من از کنار اینقدر فاصله داره و از بالا حدود این اندازه. لایه داخلیشو میذارم. فاصله این دو قسمت از هم این اندازه هست. خب الان میبینم که این بلندتره، پس من اینجا رو زود دور زدم، یعنی به شکل این قسمت داخلی در واقع نگاه میکنم. خب پس اینو باید یک کمی بیام پایین تر. ادامه نمیدم اینجا رو چون دایره بعدیم قراره اینجا قرار بگیره. و یک خط پایین اینجا که میشه قسمت دوم بیه من. دایره بعدی من با این دایره یه فاصله یه نسبت فاصله چند میلیمتری اگر در این ابعاد بخواین بکشین داره. البته بی منم اینجا قطع میشه و من یه دایره دیگه دارم تقریبا به این شعاع و این اندازه. فاصلش از بالا هم باید در نظر گرفته بشه. از اینجا اگر من این رو دور بزنم ببینید این فاصله رو الان در نظر میگیرم، فاصله نوک بی تا این گوشه. پس این فاصله رو دارم، خطای اضافم رو پاک میکنم و میدونم که بالای دایره من باید از این قسمت عبور کنه، از این شکل بی عبور کنه. حالا امتداد این خط رو میکشم. دقت کنید که پایین این دایره هم صافه، در واقع قسمت زیادی از پایین این رو نمیبینیم. حالا این دایره رو یه مقداری چرا، ولی این دیگه کاملا صاف هستش. خب. حالا این خط رو کامل میکنم. ببینید این خط از این خط مبدأ یه زاویه‌ای داره. این زاویه رو حدوداً رعایت میکنم. اگر این خط مبدأم باشه این خطم میشه. پهناش هم تقریبا این اندازه هست. ببینید هیچ کدوم از این اندازه ها قطعی نیست. ممکنه من مکعب بالا رو بیارم لازم باشه چند میلیمتر اینها رو جابجا کنم. این چیزیه که الان دارم میبینم. برای مکعب B که بالای این مکعبه دقیقاً لب به لبن، حالا 1 میلیمتر شاید این داخل تر باشه. پس یه خط میکشم. از اینجا هم همینطور، یعنی فرم این دوتا خط رو نگاه کنید. این رسیده به اینجا، یه خط صاف شده و رفته بالا. همه اینا میتونه کمکتون کنه توی جاگذاری درست خطوط. نمیدونم این تا کجا بالا میره، برای همین انتهای خط رو باز میذارم تا محاسبه کنم که تا کجا بالا میره. فاصله این دوتا نقطه اینو در نظر میگیرم و قسمت داخلی این مکعب رو میکشم. فاصلش رو از بغل و از پایین همه رو اندازه میگیرم، البته چشمی.
انتهای مربع بی من از سی من عقب تره، یعنی ببینید سی من اینجاست و بی عقب تره. پس مربع سی من بی بالای من تقریبا اینجا به اتمام میرسه و میره به سمت بالا. بنابراین این خطم هم اضافهش رو پاک میکنم، این فاصله رو در نظر میگیرم. برای اینکه ببینم این مکعبم چقدر بالا میره باید بی داخلش رو رسم کنم. بیا محاسبه میکنم که از کف این اندازه فاصله داره و خطش رو میکشم، از کنار حدوداً این اندازه، البته منهای این گوشه هاش. حالا گوشه ها رو میذارم، میام جلو. از این طرف انتهای لبه های من این اندازه فاصله پیدا میکنه. ببینید بچه ها، شاید اینا به نظرتون خیلی ضروری نیاد، ولی من توی این طراحی ها در واقع چیزی که دارم به شما یاد میدم دقیق دیدنه و استفاده کردن از خطوطی اطراف یک شکل که اگر هست ما میتونیم استفاده کنیم، اگر نیست میتونیم بکشیم و به اونا میگن خطوط راهنما. پس مهمه که این فواصل و اینها چقدر باشه، به چه اندازه باشه و ما چطور ازشون استفاده کنیم. فرم داخل بیو میذارم، دارم حساب میکنم از کنار چقدر فاصله داره، از بالا چقدر، شکل اون قسمت داخلی چه شکلیه، آیا کشیده هست نیست و چه فرمی داره. یه قسمت هم زیر همونه. خب بچه ها ببینین الان من کشیدم، اجازه بدین قسمت زیرش رو بکشم. قسمت زیر از کف این اندازه فاصله داره، پس اینو باید بیام بالاتر. حالا چه اتفاقی افتاد؟ متوجه شدم که این قسمت من اشتباهه. وقتی فاصله این دوتا رو از همدیگه و از کف حساب کردم و با توجه به اینکه این تو رفتگی باید وسط اینها بیفته، متوجه شدم که اینو یه کمی پایین کشیده بودم. پس جابجاش میکنم. خط بالای بی، حالا دیگه میتونم ارتفاع مکعب بیمو تقریبا محاسبه کنم که چه اندازه میشه. خط بالاش رو میکشم. خط بعدی که حدوداً این اندازه هست و خط بعدترش. حالا برای خط بعدی این مکعب داخل پرسپکتیو میره و یه مقداری تو ابعاد استاندارد نیست. اگر شما فکر کنین که به یه طرفی کج شده و یه قسمتی از روی این رو میبینی، یعنی باید یه خط کج اینجا داشته باشین که به سمت نقطه گریز میره که حالا انشالله تو مبحث پرسپکتیو اینا رو بهتر توضیح میدم. الان در همین حد بدونین که ما یه قسمت کجی از بالای این مکعب رو میتونیم ببینیم، یه همچین حالتی. خب این هم از مکعب بی من. حالا مکعب دی رو میخوام بکشم. مکعب دی از مکعب بی پایین یه مقداری جلوتره، یعنی حدود این اندازه. و چون اندازه مکعب بی رو دارم، الان یه کمی ارتفاع مکعب دی برام راحت تره تشخیصش. یه کوچولو از مکعب بی بلندتر، در حد چند میلیمتر. از این طرف بیرون زدگی داره. ببینید بیرون زدگی داره، منتها فیکس نیست روی مکعب بی پایین. از مکعب بی پایین ما یه ابعاد اینجوری رو میتونیم ببینیم، یعنی مکعب دی ما هم چرخیده و یه مقداری کجه. خب پس قسمت بیرونی مکعب دیمونم کشیدم. یک میلیمتر این باید داخل تر بیاد.
اگر یکی از اینها رو اشتباه بکشین کل تناسبات شکلتون به هم میریزه و بعد یعنی یکیش اشتباه کشیده بشه بقیه چون روی اون چیده میشه همه اشتباه میشه. نه تو این شکل، توی اکثر شکل‌هایی که میکشین همینطور هستش. این خطم رو صاف میکنم. حالا میام قسمت داخلی رو میکشم. فاصله قسمت داخلیم از کناره ها رو حساب میکنم و ترسیمش میکنم. خب حالا میام و دی رو میکشم. دی از قسمت پایین یک کمی پایین تر، حدودا این اندازه فاصله داره. از قسمت کنار این اندازه، بازمنهای گوشه هاش. از جلو در بیشترین حالتش این اندازه فاصله داره و ارتفاعش. حالا میخوام ارتفاع دی رو اندازه بگیرم. با دستم یه خط میکشم و میبینم خطی که از سقف بی میگذره از روی دی هم رد میشه. پس یه خط راهنمای کمکی میکشم و متوجه میشم که مکعب دی من تا چه اندازه اجازه داره که جلو بیاد، که البته خب اون قسمت گوشش هم باید منظور بشه. قسمت گوشه رو میکشم، میدونم که یه کمی صاف باید حرکت کنم و از یه جایی باید قریب بشه. این قسمت بیرونی دی من شد. برای قسمت درونیش فاصله رو با این خط در نظر میگیرم و خطم رو میکشم. بالا فاصله خیلی کمی داره، پایین هم همینطور. و بعد شکلی که برای داخلش میکشم باید خیلی شبیه باشه به این شکل، این فرم رو در واقع ایجاد بکنه. اینکه چه اندازه‌ای باشه خیلی مهم نیست. خب پس این هم از مکعب دی من. حالا خط بالاش رو میکشم، حدوداً این اندازه فاصله داره و خط روی خط بی. ببینید قسمت بالای خط دی یک کمی شاید در حد از این قسمت بی در حد 1 میلیمتر توی این ابعاد بزرگتره. گوشم تیزتره. خب یه چیزی اینجا دارم که در واقع این وجه مکعب دی منه که اون رو هم رسم میکنم، ولی قسمت بالاش دیگه دیده نمیشه. برای مکعب ای باید یه سری محاسبات انجام بدم که ببینم که شکلش چجوریه، در چه قسمتی قرار میگیره. ببینید مکعب ای یه مثلث اینجا میسازه با سقف مکعب بی با وجه بالایی مکعب دی که این خیلی کمکمون میکنه و از این طرف هم تا وسط مکعب بی میاد. خب همه اینا رو در نظر میگیرم. اندازه مکعب ای من این وجهش، من الان یه خط فرضی میذارم، اگر درست بود بعداً ادامهش میدم. ببینید من یک مثلث دارم میبینم. خب حس میکنم که اینو بالا رفتم. یه کمی خوابیده تر هستش این ضلع من، یعنی این زاویه کوچیک‌تره و این اندازه از سر مکعب دی فاصله دارم. از اون طرف میام روی مکعب بی و میبینم که تا اینجا حدوداً تا روی این خط اجازه دارم که اندازه مکعب ای رو جلو بیام. خب ته این رو هم باز میذارم مثل بقیه تا ببینم که تا کجا اجازه دارم که حرکت بکنم.
و آیا خطای من درست هستن یا نه. خب پس مکعب ای رو میذارم، اینجا رو یه کمی جمع ترش میکنم و خطوطم رو صاف میکنم. حالا میایم سر همون محاسبات قبلی. این گوشم که گردتر، خط پایین رو میذارم، خط کنار، خط کنارم از این طرف فاصله کمی داره، این رو در نظر میگیرم، میرم بالا ولی نمیبندم ته کادرمو. اجازه میدم که محاسبه بشه که شکل ای تا کجا هستش مکعبش. خب خط پایین ای من نسبتا فاصلش زیاده با کف، از کنار این اندازه حدوداً فاصله داره، اما این فاصله صاف نیست، این خط یه کمی شیب داره. از این طرف نهایت فاصلم این اندازه است، یه کمی به داخل میاد و این میشه فاصله خط ای من با کناره. ضخامت این پایین این اندازه است. پهنای این خط رو در نظر میگیرم، ارتفاعش رو. این خطم صاف نیست، این یه کمی اوریبه. همینطور این قسمتم صاف نیست، یه کمی به این سمت مایله. خب قسمت بالا، عمق این خط، ببینید برای اینکه من الان احساس میکنم اینو یکم بلند کشیدم، این قسمت رو باید شکلش فرمش در بیاد، مثل یه زوزنقه میمونه که اینجا ارتفاعتونه، یه خط صاف بکشین، یعنی در واقع یه همچین شکلی ما میخوایم. خب درسته، پس این خطی که کشیده بودم درست هستش. مرتب باید چک کنین کارتون رو که یه موقع اشتباه نرین و بعد این اشتباهتون باعث بشه که شکلهای بعدی رو که با همون نسبت میکشین اونها هم اشتباه از کار در بیان. این قسمت بالاش اینجا تا اینجا هستش و این. پس شکل ای من هم درست شد. حالا خط بالای من این اندازه از شکل ای من فاصله داره، نه زیاده. اندازه این گوشم خب پس این هم از این. حالا میام اینجا رو حساب میکنم، میبینم که این فاصله این اندازه است، تقریبا این اندازه میشه. از اون طرف هم این اندازه است، این از این. خط بالای من باید با این خطم موازی باشه، یعنی هر وجه مکعب گفتیم که 2 به 2 با هم موازی هستند. پس این شد قسمت بالای ای من. ممکنه ایراد داشته باشه یا نداشته باشه. از کجا میفهمیم؟ موقعی که مکعب A رو رسم میکنیم. اگر ایرادی باشه اون موقع این قسمت خودش رو نشون میده. برای کشیدن مکعب A من میام و دوباره همون محاسبات رو انجام میدم. ببینید بچه ها، اگر که مکعب E، ببینید من الان احساس میکنم این شیبش زیاده برای کشیدن مکعب A. خب اگر این شیب زیاد باشه چی رو به من میگه؟ میگه که این شیب هم زیاده، پس این باید یه کمی پایین تر میومد. همین چند میلیمتر میتونست فرم های من رو به هم بریزه.
حالا میام مکعب A رو رسم میکنم. برای کشیدن مکعب A یه مقداری مثل اینکه مکعب A بیاد روی E رو بپوشونه، یعنی یه مقدار داخلش میشیم. وقتی خط صافش رو بکشین متوجه میشین. از این گوشه حدوداً این اندازه، ببینید از اینجا میاد تقریباً روی این خط کناره، یعنی روی اینجا. پس این میشه قسمت بیرونی مکعب A من و از اینجا هم این اندازه داخل میریم و 2 تا خط موازی میکشیم. بین اینها یک خط صافه. ببینید من مکعب ای رو کامل کشیدم که حالا این خط صاف رو که میکشم شما متوجه بشین که یه قسمتی از مکعب ای من در واقع توسط مکعب ای من پوشیده شده. خطش رو صاف کنم. متوجه شدین؟ پس این قسمت میاد و یه مقداری از مکعب ای رو میپوشونه. این بیرونی ترین لایه مکعب ای من میشه. برای کشیدن این خط میام این فاصله رو محاسبه میکنم. در ابتدای کارتون بد نیست بچه‌ها که اندازه هاتون رو شبیه به مدل بکشین. چرا؟ چون چشمتون یاد میگیره که دقیق ببینه. بعداً میتونین تغییر بدین. الانم میتونین، مشکلی نداره. ولی من پیشنهاد میکنم که حداقل چند تا شکل اولتون رو شبیه مدل بکشین تو همون اندازه ها تقریباً، تا بتونید درست دیدن رو تمرین بکنید. خب دارم قسمت داخلی مکعب A رو میکشم. نمیدونم تا کجا امتداد پیدا میکنه. خب میام خطای قسمت پایینی رو میکشم که فاصلش با کنار این اندازه هست، با هم دیگه این اندازه، دوباره با کنار این اندازه، یک کمی هم از کناره ها میاد تو. حالا قسمت داخلیش رو میکشم. ببینید به فرم این قسمت نگاه کنین، ببینید که چه شکلیه. تقریبا فرم من همون فرم در اومده. فاصله این قسمت ها رو با هم در نظر میگیرم و میبینم که فاصله من کمه، پس باید تا اینجا حدوداً بیاد. خب این چی به من میگه؟ میگه که باید این قسمت پایینم پهن‌تر باشه به اندازه حدوداً 1 میلیمتر و اگر این پهن‌تر بشه یعنی این که من این خطم رو باید برم عقب‌تر به همون نسبت این خطم رو برم عقب‌تر. در واقع مکعب A من کوچیک شده بوده. خب فکر میکنم 1 میلیمتر این رو هم باید بیاریمش عقب‌تر تا اندازه ها درست بشه. خب پس تا اینجا A من درست شد. اینجا این فاصله رو در نظر میگیرم. نمیدونم A هم چقدر بلنده. برای اینکه بفهمم میام و قسمت داخلیش رو رسم میکنم. یه مثلث هست به این شکل و از این طرف به این شکل. خب حالا که این مثلثم به دست اومد، سر قسمت A هم رو کامل میکنم. یکم کوچیک شد.
فاصلم از این بالا هم این اندازه است. حالا میخوام انتهای مکعب A رو ببندم. حساب میکنم که تا اینجا باید جلو برم. پس اندازه مکعب A هم پیدا شد. خب حالا بقیهش رو هم به همین نسبت میتونم ببندم. این فاصله زیاده، این اندازه است، از اینجا شکل تمام میشه. خب از اینجا باز همون اتفاق کج بودن مکعب ها داره میفته. این خط اینجاها تقریبا مماسه و اینجاها یک کمیش دیده میشه. پس یک کوچولو از قسمت مکعب A هم رو هم از سقفش رو هم میتونم ببینم. خب این مکعب های من کامل شد. حالا میریم برای پارت بعدی که کشیدن سر فیلمون هستش.